اگه بخوام توی 1 دقیقه جمع بندی کنم، متین ظاهرش خوبه، لرزشی داره، لاستیک ریس و زیبا داره، ظاهر خفن و لاتی داره، کیفیت قطعاتش خوبه. بعدیش اینه که قطعاتش شاید خوب پیدا نشن. رو شتابش بیشتر از بقیه 200 تا، شایعه چارچوبا بودن داره، کیفیت قطعاتش بالاست. بعدیش اینه که ظاهرش کلاسیکه، نبود رینگ اسپورت و دربی‌باک پالسی. هم تا ظاهر خوشگلی داره، رینگ خوشگل و خاص داره، کیفیت قطعات داخلیش نسبتا خوبه. بعدی همتاز اینه که قیمتش بالاتر از بقیه برندها، افت قیمت داره. دست دومش کمیابه، قطعات خاصش مثل باکش هم کم پیدا میشه. برند بعدی پرواز با قیمت مناسب، چراغای زیبا و شیک، شتاب اولیه خوب. بعدیش ترمز ضعیف، رش میشه بچه‌ها. خودمونی بخوام بگم من زیاد دیدم پرواز 200 که بعد 2 سال 3 سال خرکاری رش شدن. برند بعدی نیکتاز، کیفیت قطعات خوب، زیبایی ظاهری و خاص بودن رینگ‌ها که پسند خودم نیست. رینگاش لاتیه، ترمزش میخه، داشتن بازار دست دوم خوب. بعدیش هم بعضی از دوستان گفتن که از انژکتور این موتور راضی نبودن.